وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني من قلبي الحيران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم الله متعال را سپاس گزار هستیم که برای ما فرصت عنایت نمود تا با دومین قسمت برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان قرار بگیریم. البته همکار عزیزم استاد فضل الحق سلیمانی را در استودیو با خود دارم که در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت جناب استاد سلیمانی عزیز تقدیم نموده ایشان را خیر مقدم میگویم. خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دارم و دعوتتونم خدمت شما برادر عزیزم استاد رحیمی بزرگوار و همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و الله رو سپاسگزاریم از اینکه بار دیگر این فرصت نصیب ما شد تا خدمتگزار شما خوبان باشه. در خدمتتون هستم. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز البته میدونید که زلال ایمان یا برنامه زلال ایمان برنامه جدیدی هست که از شبکه جهانی وصال حق هفته گذشته آغاز کردیم. ما در هفته گذشته روی اهداف این برنامه و موضوعاتی که در این برنامه مطرح خواهد شد صحبت هایی داشتیم با جناب استاد سلیمانی عزیز. چون ایمان در عنوان و اسم این برنامه گنجانیده شده است، کاملا وضاحت داره بر این که موضوعات ایمانی و فضای ایمانی در این برنامه زیر بحث خواهد شد. امروز موضوع برنامه زلال ایمان به الله است. در آغاز من از استاد سلیمانی عزیز میخواهم که برای ما اگر لطف نموده ایمان را معرفی بکنن که ایمان یعنی چی؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. درباره ایمان وقتی که صحبت از ایمان میشه ما یک معنایی در ابتدا به ذهن ما خطور میکنه و برداشت میکنیم از اون معنایی که همه ما در زبان فارسی هم وقتی که صحبت میکنیم اون معنا رو تا حدودی در همون معنا و مفهوم این کلمه ایمان رو استفاده میکنیم در غیر از اون اصطلاح خاص و شرعی که به هر حال مد نظر هدف شرع هست. ما در صحبت عادی خودمون هم مثلا مطرح میکنیم که من ایمان دارم که این اتفاق میافته. بله. من ایمان دارم که این کار میشه. من ایمان داشتم که این اتفاق نمیافتاد. این شخص نمیتونست این کار رو بکنه. این ایمان اینجا همون معنای ما و مراد ما از ایمان اینجا باور هست. درست. اعتقاد هست. این برداشت درونی ما هست و این همون معنایی هست که ما در ایمان وقتی که در بحث شرعیش هم صحبت میکنیم همین معنا مراد هست. ایمان یک باور درونی است. ایمان در معنای لغویش هم باز در عربی هم همین معنا رو تداعی میکنه، یعنی آنچه که نفس انسان نسبت به اون یک احساس امنیت و آرامش داره. اگر دقت بیشتر روش بحث بکنیم یعنی آنچه که انسان در باور خودش، در فکر خودش، در نظر خودش، در اعتقاد خودش نسبت به این برداشت، به این فکر، به این اعتقاد به یک نوعی از آرامش دست پیدا کرده، یعنی پذیرفته که این بهترین هست در این مجال. درست. اینو ما بهش میگیم ایمان در لغت خودمون، در اصطلاحات عادی خودمون. یعنی هدفتون این است که قبل از کاربرد شریعت واژه ایمان را ما در کاربرد عمومی اجتماعی خود هم استعمال میکنیم و عین معنا را تقریبا در نظر داریم. معنایی که ما در اصطلاح مد نظر داریم بسیار جزئی از معنای شرعی هست. اون معنایی که در شریعت هست خیلی معنا وسیع‌تر از این معنا هست. ما در اصطلاح خودمون فقط بحث ما یک بعدی رو در بر میگیره. ما فقط اون بعد چی هست؟ بعد اینه که من در قلب خودم یک احساسی دارم، یک برداشتی دارم، یک باوری دارم نسبت به یک موضوعی. درست. این ما بهش میگیم ایمان. اما وقتی که
میایم و در شرع مقدس اسلام و در آیات کلام الله مجید میایم بررسی میکنیم. اینجا دیگه فقط بحث اون باور تنها مراد نیست، بلکه معانی مختلفی پیدا میکنه. ایمان اینجا در باور در شرع مقدس اسلام و اون ایمان اصطلاحی که به هر حال ما در خلال این برنامه تلاش ما این هست که به این ایمان برسیم، به حقیقت این ایمان برسیم. اون یک از ابتدا اگر بخوایم بگیم جرقه اول از همون برداشت و معنای خودمون شروع میشه. یعنی یک احساس درونی، یک باور درونی، یک تمایل به سمت یک باور و اعتقاد در وجود ایجاد میشه. کم کم این تقویت میشه، کم کم این با دلایل و استدلالها و قناعت نفسی من پررنگ میشه و پررنگتر میشه و به حدی میرسه که دیگه من این رو با زبان اقرار میکنم که آقا این طور هست. من به این قناعت میرسم که این طور هست و به این حدم اکتفا نمیکنم که فقط من در باور درونی خودم فقط اکتفا کردم که این هست و مطرح بکنم. چون این نیرویی که ما ازش صحبت میکنیم، نیروی ایمانی، یک فقط احساس و باور خشک و خالی نیست، بلکه یک نیروی قوی است، بلکه یک منهج حرکتی است، بلکه یک نیروی محرک است، بلکه یک برنامه زندگی است برای حرکت. ما الان وقتی که این نیرو در وجود ما ایجاد شد و این احساس در وجود ما ایجاد شد، الان دیگه ما فقط به همین تایید و باور اکتفا نمی‌کنیم و چیکار می‌کنیم؟ این رو میاریم به مرحله عمل می‌گذاریم. این رو میاریم در میدان زندگی نشون میدیم که آقا ما به این نیرویی که دست پیدا کردیم، به این باوری که دست پیدا کردیم، به این احساسی که بهش رسیدیم، این احساس چنان در وجود من شخص، چنان این احساس برای من ارزشمنده، چنان به این باور دارم، چنان اعتقاد دارم که این رو به عنوان یک اصل پذیرفتم و این اصل در رفتار من، در برخورد من، در تعامل من، در در زندگی من خودش رو نشون میده. ما وقتی که از ایمان صحبت میکنیم، یک بعد از ایمان برمیگرده به تصدیق و تایید و بعد مهمترش برمیگرده به اقبال و حرکت و روی کرد. ایمان، اینجا مراد ما از ایمان فقط این نیست که من در دل خودم خب قبول دارم مثلا یک اتفاقی رو، یک باوری رو، یک اعتقادی رو و فقط همین قبول هم دارم، اعتراف هم میکنم، به زبان هم میارم. خیلی وقتها ما در عمل خودمون هم، مثلا در رابطه دوستی بین دو تا دوست، در رفاقت خودمون میایم، یک دوستی میگه آقا من تو رو خیلی دوست دارم، واقعا دوستم داره، یعنی این در دل خودش احساسی نسبت به یک شخصی داره، این رو به زبون هم میاد مطرح میکنه، میگه من تو رو دوست دارم، اما در عمل کاری انجام میده که این عملش مخالف با اون ادعاست، مخالف با اون حرفی که به زبان آورد، اون شهادتی که داد و آنچه که در دل ادعا میکنه که من دارم، از دلش که خودش خبر داره، ما از دلش خبر نداریم. دقیقاً. ما آنچه که به زبان می آورد که ابراز محبت میکرد رو شنیدیم و این زبان ادعا میکنه شخص که این زبان نماینده اون احساس درونی قلبه، ولی در عمل وقتی که میبینیم کارهایی انجام میده که مخالف با این ادعاست. کارهایی میکنه که من دوست ندارم، با کسانی میگرده که من خوشم نمیاد. آیا من این ادعای دوستی رو میپذیرم؟ به سادگی ما خود ما انسان ها این قبول نداریم. تو اگه منو دوست داری آقا بعد این کارو بکنی، بعد این کارو بکنی، بعد این کارو بکنی، شرط و شروط میگذاریم حتی برای اثبات محبت. این موضوع الان در بحث ایمان وقتی ما مطرح میکنیم این حکایت هست. ما فقط به مجرد ادعا نمیتونیم که بگیم خب من ادعا میکنم که ایمان دارم، این چیز پس من مؤمن هستم به اون معنایی که مد نظرم است. و وقتی که در آیات کلام الله مجید هم نگاه میکنیم میبینیم که برخی ها رو الله متعال وقتی که معرفی میکنه میفهمد من الناس من یؤمن بالله و من الناس من یقول آمنا بالله، کسانی هستند که میگن ما ایمان آوردیم بالله و بالیوم الاخر، به الله و به روز قیامت، و ما هم بمؤمنین. و من الناس من یقول، میگویند، اینا به زبان میگن که ما ایمان آوردیم به الله و روز قیامت، اما این ایمان اینها، این باور اینها پذیرفته نیست. این از یک بعده که تنها زبان کافی نیست. بس با وجود اینکه اینها رو الله متعال میفهمد که میگفتن، پس ایمان تنها بحث شهادت با زبان و اقرار با زبان نیست. از بعد دیگری باز همین افراد وقتی الله تعالی برای ما معرفی میکنه که به زبان میان و مطرح میکنن، ما میبینیم که اینها در مرحله عملی هم حرکاتی دارن. یعنی اینها در مرحله عمل هم
وقتی که ادعا می‌کردن یک انسان‌هایی کلمات رو معرفی میکنه، میگه اینها نماز هم میخوندن، اینها زکات هم پرداخت میکردن، اینا وقتی که نماز میخواندن، خب وقتی که به سمت نماز میرفتن، اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، به زور میرفتن اما میرفتن. یک سری اعمال هم اتفاق میفته، رفتارها هم اتفاق میفته که باز این هم به تنهایی اگر فقط بحث شهادت باشه و بحث رفتار باشه و عمل باشه، این دوتا بدون اون نیروی درونی قلبی باز هم قابل قبول نیست. ما الان چند بود داریم که هیچ کدوم بدون اون یکی نمیتونه تکمیل باشه. هر سه اینها با هم مجموعه از احساس درونی، از صحبت با زبان یعنی قول دل و یک عمل قلبی داریم، یک عمل زبانی داریم و یک عمل با تمام جوارح داریم که مجموعه اینها رو ما وقتی که کنار هم میگذاریم یک نیرویی به وجود میاره که ما اون نیرو رو اسمش رو میگذاریم ایمان. این نیرو در تمام افرادی که معتقد به یک باور هستن دیده میشه و این برای همه صدق میکنه. حالا ما روی این صحبت خواهیم کرد که کدوم یکی از این ادعاهای ایمان ها واقعا ما رو به فلاح و رستگاری میرسونه، اون بحث جدایی است. اما این نیرو هر کسی که باور داره، با اولش خود باور باید در دل نهادینه بشه، در وجود بیاد و این احساس درونی ایجاد بشه. این احساس چنان باید پررنگ باشه، این رابطه و باور چنان باید پررنگ باشه که انسان رو به حرکت بیاره، یعنی از درون قلب، این از قلب خودش رو بزنه به جواره، این نیرو حرکت بکنه، مثل همون خونی که قلب این رو با چنان نیرو و قدرت قلب پمپاژ میکنه که به تمام اجزای بدن میرسه، به آخرین نقاط بدن، در نوک پا و سر انگشت‌ها و سر و تمام پا، انگشتان پا و دست میرسه و در تمام رگ‌ها و موی رگ‌ها خون رو منتقل میکنه. یک نیروی قلب، نیروی جسمی و عضلانی قلب. ایمان هم یک نیروی درونی هست که این نیرو هرچی بیشتر تقویت بشه خودش رو بیشتر نشون میده، خودش رو بیشتر در رفتار ما، در گفتار ما. یک شخص رو آدم وقتی که میبینه از رفتارش انسان میفهمه که این باورمنده به یک باوری، به یک اعتقادی. از نشست و برخاستش میشه تشخیص داد، از خوردن و نوشیدنش میشه تشخیص داد، از خواب و بیداریش میشه تشخیص داد، از صحبت کردنش میشه تشخیص داد. اصلا لحظه لحظه زندگی، از صحبت کردن این فرد وقتی صحبت میکنه آدم میفهمه که این یک دل مشغله‌ای داره، مثل یک آدمی که یک جای دل بسته، یک انسانی که عاشق به کسی خیلی شیفته و شیدای طرف است، هر جا که میشینه، تا شما اگر از قدیم گفتن بعضی از این روانشناسان میگن اگر میخواید بپرسید، میخواید بفهمید که شخص چه دغدغه‌ای فکری داره و چه چیزی در دلش هست و در ذهنش هست، برید بهش بگید یک بیت شعر بخون، ببینید چی میخونه. هر بیت شعری که خوند، این بیت بیانگر چی است، این زبان نماینده چی است، نماینده قلبش. بیتی رو میخونه که فعلا ذهنش مشغول اون بیته و این بیت رو شاید بارها در همین چند روز تکرار کرده پیش خودش. شما از شکل بیت، از محتوای اون میتونید بفهمید که این در درونش چی میگذره. این حکایت باوره، این حکایت اون ایمانی که ما صحبت میکنیم، این حکایت اون کسانی است که الله متعال وقتی که در قرآن کریم میایم از ایمان صحبت میکنیم، وقتی که میبینیم از ایمان صحبت میشه، انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که ذکر الله تعالی میشه تن اینها میلرزه، چون همیشه این به فکره، همیشه به این باور هست، همیشه در این فضا و در این حس و حال هست. کسی که عاشق اسم معشوقش رو بگیرید این گونه میشه. کسی که مشغول مال دنیاست و تجارت و مشغول کیلوغال تجارت، تا میشینید پیش چه خبرها و احوال چطوره، والله بازار به هم ریخته است، اقتصاد به هم ریخته، با نفت گرون شده، ارزون شده، طلا اینطور شده، اونطور شده، اصلا مشتری نیست. یک کسی دیگر میشینید چه خبر، اوضاع چطوره، والله جامعه اصلا اخلاق به هم ریخته، بچه‌ها خیلی بد شدن، بی ادب شدن، گستاخ شدن، دیروز چطور بود، امروز چطور شده، الان نگاه. یه روز دیگه پیش یک کسی دیگه شما آدم میاد میره میشینه و خب وضعیت چطوره، نپرس بابا، اعصاب ندارم. چرا اعصاب نداری؟ داداشم اینطور گفت، بابام اونطور گفت، خانواده. میبینیم که اصلا کلا هر کسی تو یک فضای مشغوله، یک مشغله‌ای داره. ایمان وقتی در وجود میاد، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یک از نشانه‌های انسان مؤمن اینه وقتی که اون رو میبینید شما بیاد الله میندازه شما رو. وقتی که انسان مؤمن آدم میشینه باهاش، چون دل مشغله‌اش همش چی است؟ ایمان به الله تعالی است. دل مشغل این ایمان رو ما در غیر از الله تعالی هم میبینیم. یعنی حتی کسی که به غیر الله تعالی، به خدایان به هر حال باطل اعتقاد داره و آنچه که تحریف شده حتی از برخی از ادیان آسمانی، در وجودش می‌بینیم که این باورشه، داره زندگی میکنه. ما وقتی که از ایمان صحبت میکنیم، ایمانی هست که در وجود میاد، این ایمانی هست که در وجود هست و چنان در وجود نهادینه شده که انسان دیگه شک و تردیدی در این نداره، یقین پیدا کرده که این حقیقت مطلق است. بعد از این
در گفتارش هم این نمود پیدا میکنه و بعد اون چیزی رو که در باور پذیرفته ما میبینیم که در عمل هم داره اجرا میکنه. مجموعه اینها رو ما بهش میگیم ایمان. یک نیروی، یک قدرتی که ما از اون به عنوان ایمان تعریف میکنیم و این نیرو و قدرتی که در افراد ما میبینیم بعضی وقتا این نیرو و قدرت سبب میشه که شخص خودش رو فدا میکنه. شخص به خاطر هدفی که داره، به خاطر باوری که داره، راحتی خودش رو فدا میکنه، آسایش خودش رو فدا میکنه، نعمت‌های دور بر رو فدا میکنه، خانه و خانواده رو ترک میکنه، احیانا فدا میکنه، حتی حاضر جسم خودش رو، جان خودش رو فدا بکنه به خاطر این ایمانی که در درون داره، به خاطر این باوری که در درون داره. و این ایمان وقتی که صحبت از ایمان میشه، تنها نه تصدیق درونی کافی هست، تنها نه رفتار و عمل بیرونی کافی هست و تنها نه اون شهادت و اقرار زبانی، بلکه هر سه این بخش ها رو ما بیشتر خودمون بحث ما در بحث ایمان به الله متعال هست و اون تعریفی که در شرع مقدس اسلام ازش داریم. ما وقتی که صحبت از ایمان میکنیم، یک نیروی درونی است که در قلب ما یک احساس، یک باور، یک اعتقاد جازم ایجاد میشه، یک یقین ایجاد میشه و ما این رو به زبان میاریم تا دوربری های ما بفهمن و متوجه بشن که ما از این گروه هستیم و ما در رفتار و در عملمون هم نشان میدیم که این ایمان و رفتار و باوری که در درون ماست این چنان در وجود ما تأثیر کرده که ما رو کشونده به مرحله عمل. و همه این سه بخش ها وقتی که ما صحبت از ایمان میکنیم مد نظر ماست و باز بررسی میکنیم که کدوم یکی از این بخش ها باید بیشتر صحبت بشه و چطور ما هدف ما این هست که این نیروی درونی رو چطور در وجودمون بیاریم. اصل موتور محرکه دین ما همین مسئله ایمان هست که ما ثمراتش رو هم در زندگی میبینیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. کسانی که ایمان آوردن و اینها قلبهاشون با یاد الله متعال آرامش پیدا میکنه. همانا با ذکر الله تعالی است که قلبها آرامش پیدا میکنه. آرامش یکی از این ثمرات. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. کسانی که ایمان میارن و این ایمان رو با شرک آمیخته نمیکنن، اینها دارای یک آرامش و یک نیروی درونی هستند. و ثمرات فراوانی که ما در مسیر ایمان میخوایم بهش دست پیدا بکنیم با یک نیرویی که این ابعاد رو باید ما درش مد نظرمون باشه. تشکر، سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. از کل صحبتتان من این گونه برداشت کردم که ایمان یک باور درونی است که اول باید در قلب انسان خطور پیدا بکنه و فکر بکنه، بعد اون به حد باور برسه و سپس به حد انفجار میرسه که از زبان باید بیرون شوه، منفجر شوه، یعنی این ایمان درونی بروز میده خودش. بله، بروز پیدا بکنه و سپس برای تصدیق آن چه که باور داره طرف باید اعمال انجام بده که ثابت بکنه که راست میگه، اون رو تصدیق بکنه که راست میگه. حالا امروز یا حتی قبلا هم قسم آیاتی که شما تلاوت کردین و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، یعنی بوده کسایی که ادعای ایمان کرده در تاریخ، قبلا هم بوده، امروز هم ما شاهد همچون انسان های هستیم. خداوند نجات بده که ما از زمره آنها نباشیم که ادعای ایمان دارن. شما گفتین که حتی اعمال ظاهری هم انجام میدن و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، نماز میخوانه، یا فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم یراؤون و غیره. حالا سوال اینجاست که آیا هر کسی که ادعای این ایمان را کرد و با اندک اعمال ظاهری که نمازی با کسالا باشه یا نمازی با ریا باشه نیز داشته باشه، ما گفته میتونیم که یعنی طرف ایمان داره و مؤمن هست؟ آیا ادعای ایمان از هر فرد را، از هر طرف را میپذیریم یا اینکه شرایط و معیارهای خاصی است که طبق آن ما گفتم میتونیم که طرف ایمان داره یا نداره، ایمانش ضعیف است، زیاد است، کم است؟ اگر بخوایم به مسئله پذیرش یا عدم پذیرش ایمان بریم و صحبت بکنیم، بعد لاجرم به ناچار بریم سراغ آنچه که الله متعال برای ما معرفی کرده، چون ایمان رو اصلا خود الله متعال برای ما معرفی میکنه و الله متعال هست که باید بپذیره از ما. بله. ما در قرآن کریم وقتی که نگاه میکنیم ادعای ایمان که بحث ایمان به الله تعالی
و اینکه ایمان به هر حال ما فعلا در چارچوب شهر مقدس اسلام صحبت می‌کنیم. غیر از اسلام این دین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. صحبت این که دین نزد الله تعالی که دین به هر حال همون ایمان و باور حقیقی و راستین هست که انسان رو به فلاح میرسونه، فقط اسلام هست. و غیر از اسلام هر کسی هر باور و اعتقادی داشته باشه ازش پذیرفته نیست. اما در چارچوب خود دین مبین اسلام وقتی که ما میایم نگاه میکنیم، هر ادعا و باوری پذیرفته نیست. من میام فکر میکنم خب من مسلمانم، من ایمان دارم. به چی ایمان داری؟ من باور دارم، من اعتقاد دارم. این باور و اعتقاد و ایمان رو وقتی که میایم میگذاریم در میزان شرع، ببینیم که آیا این ادعا و باور و ایمانی که من دارم، هر کسی بیاد پیش خودش نگاه بکنه، من خودم بشینم پیش خودم، ما همه بشینیم پیش خودمون، من ایمان دارم. ایمان من یعنی چی؟ این ایمانی که من دارم، اصلا تعریف ایمان یعنی چی؟ من به چی ایمان دارم؟ به چی باور دارم؟ آیا این که من فقط میرم نماز میخونم؟ آیا این که من فقط یک وقتهایی به هر روزه میگیرم؟ آیا این که من فقط احترام دارم به کلام الله مجید میبوسمش، اگر افتاد زمین استغفار میکنم، استغفر الله میگم، آیا همین کافیه؟ آیا این که من در وجود خودم میگم خب الله هست و الله رو قبول دارم و قیامت رو قبول دارم، آیا همینقدر کافی هست؟ الله متعال وقتی که در ایمان ما در تعریف ایمان نگاه میکنیم، الله متعال در قرآن کریم در دایره کسانی که منتسب به اسلام هم هستند، در دایره کسانی که ادعای اسلام میکنن، گروهی رو معرفی میکنه برای ما که این گروه الله متعال میفهمد که ایمان اینها پذیرفته نیست، ایمان اینها ایمان حقیقی نیست، چرا که اینها در ادعای ایمان به الله متعال اون گونه‌ای که شایسته حق ایمان هست نیامدن که اون ارکانی رو که باید در ایمان بپذیرن، اون ترتیبی رو که باید در ایمان رعایت بکنن، اینها رو قبول نکردن و باور نکردن. ما وقتی که صحبت میکنیم از ایمان، خب یک کسی خواهد میاد بگه آقا ایمان که هست، بله ایمان هست، خدا هم هست، پیغمبر هم هست، بله درسته، و اما قرآن هم هست، کتاب‌های آسمانی هم هست، اما قیامتی نیست. یکی دیگه بیاد بگه که خب همه اینا هستن، قیامت هم هست، حساب کتاب هم هست، خدا هم هست، پیغمبر هم هست، ادیان دیگه هم هستن، اما چیزی به اسم فرشته و این چیزا، اینا همش تخیلات و اینا دروغه، همچین چیزی وجود نداره. یک کسی دیگه بیاد صحبت بکنه که بگه آقا اصلا به هر حال خدایی هست، شکی در این نیست که خدایی هست، پیغمبری هم هست، اما این چیزایی که به اسم کتاب‌های آسمانی مطرح میشه و این کتاب‌های آسمانی گفته میشه، اینو از آسمون نیومده، اینا زایده ذهن انبیاست. خود این پیغمبرها هست پیش خودشون به هر حال چیزهایی نوشتن و انسان‌های فوق‌العاده‌ای بودن، انسان‌های بسیار زیرکی بودن، شخصیت‌های بسیار فرهیخته بودن. اینها اومدن با توجه به نیاز بشر چیزهایی از پیش خودشون نوشتن و در زمانی خودشون هم جواب داده و بعدش هر کسی یک چیز دیگه می‌نویسه. برداشت‌های مختلفی از ایمان هست. برداشت‌های مختلفی از ایمان هست که هر کسی میاد و ایمان رو یک جوری معرفی میکنه. حتی در خود معرفی ایمان به الله متعال، خود معرفی الله متعال برداشت‌های مختلفی هست. هر ایمانی قابل قبول نیست. هر ایمانی قابل قبول نیست. در آیات قرآن، این برداشت از آیات قرآن کریم است. مثلا خود شیطان ایمان به الله تعالی داره، وقتی که خودش گفت که رب خلقتنی من نار و خلقته من طین، خدای من رو تو از خلق کردی از آتش، این آدم از گل و خاک خلق کردی، من همیشه آتش بالای خاک، من چطور سجده بکنم چیزی رو که اصل مادهش پایینتر از اصل ماده منه؟ چی گفت؟ رب، یعنی بارالله، خدایا. به خدا بودن الله متعال اعتقاد داشت، به رب بودنش. به خالق بودن الله متعال اعتقاد داشت، اعتراف کرد که الله متعال خالقش. قال فبعزتک، باز در ادامه همین حکایت تمردش از سجده آدم علیه السلام گفت که فبعزتک، قسم به عزت تو، به صفات، برخی صفات الله متعال، به صفات جلالی و عظمت الله متعال اعتقاد داره. گفت انظرنی الی یوم یبعثون، به من تا روز قیامت مهلت بده، به قیامت هم اعتقاد داره. این ایمان هست یا نیست؟ ایمان به الله، ایمان به صفات الله متعال، ایمان به روز قیامت، این ایمان داره. اما این ایمان به دردش خورد یا نخورد؟ ما وقتی که ابو جهل رو معرفی میکنه الله متعال، ولی ان سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله، اگر پیغمبر من از ابو جهل و ابو لهب و همین مشرکین مکه بپرسی که خالق آسمان و زمین کی، میگن الله. قل من یرزقکم من السماء والارض، کیه که به شما، به اونا بگو ای پیامبر من، به اینها بگو، مخاطب مشرکین مکه اینجا مراد هستن در آیه 31 سوره مبارکه یونس، چه کسانی هستن که به شما رزق میدن از آسمان و زمین؟ من یرزقکم من السماء والارض،
اما یملک السمع، کیه که مالک گوشه، والابصار والافئده، مالک گوش و چشم و قلب ها کیه؟ و من یدبر، ما یخرج الحی من المیت، کی مرده را زنده خارج میکنه و زنده را از مرده. و من یدبر الامر، کی که تدبیر امور عالم به دستشه. ببینید چند بخش این که کسی کیه که روزی میده، کیه که مالک گوش و چشم و قلب شماست، کیه که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون میکنه، کیه که تدبیر امور عالم به دستشه. این همش ایمانه. ایمان به وجود الله تعالی است، ایمان به اعتراف به تدبیر الله متعال، به خالقیت الله متعال، به ربوبیت الله متعال. فسیقولون الله، خود الله متعال میفرماید ابو جهل و ابو لهب هم انقدرش ایمان داشتن. فسیقولون الله، میگفتن الله متعال. آیا ایمان ابو جهل قبول شد؟ آیا ایمان ابو لهب قبول شد؟ آیا ایمان شیطان قبول شد؟ اینها قبول نشد. پس هر ایمانی قبول نیست. خود الله تعالی میفرمود در ابتدای سوره مبارکه بقره که انسان‌هایی میگن که ما ایمان به الله روز قیامت داریم اما ایمان ندارن. اینها هم لا یؤمنون. اما پس وقتی که هر ایمانی قابل قبول نیست، من از کجا بفهمم که ایمان من قابل قبول هست یا نیست؟ وقتی که شیطان قبول داره خداوند رو به عنوان خالق، خیلی از ما متاسفانه ایمانهای ما ایمانهای شیطانیه. این یک واقعیت تلخه. خیلی از ما ایمانهای ابو جهلیه. ما فکر می‌کنیم که ابو جهل منکر وجود الله تعالی بود. نه، به ما اشتباه گفتن. کسانی که به ما در گوش ما، هر کسی که میگه ابو جهل منکر وجود الله تعالی بود، منکر خالق بودن الله متعال بود، این نفهمیده معنای آنچه را که الله متعال در قرآن کریم بیان میکنه. قرآن کریم وقتی که میاد بیان میکنه و مطرح میکنه اعتقاد و باور اونها رو، ما میبینیم که اونها به الله متعال به عنوان خالق چرا اصلا کعبه احترام میگذاشتن؟ چرا قریش به کعبه احترام میگذاشت؟ احترام به کعبه به خاطر چی بود قبل از اسلام؟ دقیقاً. چرا احترام میگذاشت؟ این حجی که دور کعبه انجام میدادن چی بود؟ حکایت چی بود؟ این بحث حتی مشاعر ابراهیمی که داشتن به ابراهیم علیه السلام برایشون محترم بود و مقدس بود. برای چی مقدس بود؟ حتی ما بود پرستیاشون هم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این هم یک نوعی اون رو از ایمان و تقرب به الله تعالی میدونستن که اینها مجسمه اولیای الله متعال هستن، اینها بزرگانی هستن از الله متعال که بین ما و الله متعال واسطه میشن و رابطه بین ما و الله تعالی برقرار میکنن. پس برداشت های مختلفی از ایمان هست. ایمان یعنی چی؟ ایمان، کدوم ایمان قابل قبوله؟ کدوم ایمان رو الله تعالی میپذیره؟ من ایمان دارم، بله به الله تعالی ایمان دارم. انسان‌های دیگه هم هستن که الله متعال، انسان‌هایی هستن که الله متعال به اونها اختیاراتی داده که اونها با اذن الله تعالی این اختیارات رو دارن. آیا ایمان قبوله؟ عده‌ای گفتن عیسی ابن الله، عده‌ای گفتن عزیر ابن الله، عده‌ای گفتن فلانی ید الله، عده‌ای گفتن فلانی اذن الله، عده‌ای گفتن فلانی. میگن این حرفا رو مگه ما نمیشنویم؟ آیا اینها، این تعبیر، این برداشت و باور هم در دایره ایمانی که مورد قبول الله متعال هست، آن ایمانی که قرآن کریم برای ما معرفی میکنه، میگنجه یا نمیگنجه؟ اینو ما باید بررسی بکنیم. اینو باید بشینیم ببینیم که آیا ایمان ما واقعا اون ایمانی است که قرآن از ما میخواد یا نمیخواد. چرا من مسلمان باید در زندگیم طعم لذت عبادت الله متعال رو تجربه نکنم؟ اگر من تا به امروز از نمازم لذت نبردم و در نماز برای من یک عادت نه یک عبادت، از خوردن برنج و گوشت و ساندویچ و میوه و نوشیدنی و بستنی و این و اون و این لذت میبرم، با عشق و علاقه میرم سر سفره بشینم، با لذت هم میخورم، اما نماز رو باید با زور برم نماز، یک جایی از ایمان من میلنگه. اگر من الان در توکلم به الله تعالی، در زندگی خودم، در مشکلاتم، در سختی‌هام دچار تزلزل میشم، میلرزم، شروع میکنم خودم رو میبازم، سخت پریشان میشم، هرچی به دهنم در میاد میگم، نمیدونم چی کار بکنم، باید برگردم ایمانم رو یک مراجعه بکنم. یک مشکلی در ایمان من هست. اگر من وقتی که قرآن رو میخونم یا اصلا نمیخونم، سراغ قرآن نمیرم، یا وقتی میخونم تأثیر در من نمیذاره، اینجا باید برگردم یک مراجعه بکنم. اینه که ما الان باید بیایم ببینیم که کدوم ایمان قابل قبول هست. ایمانی قابل قبوله که یک شروطی داشته باشه. خب استاد سلیمانی عزیز، اجازه بدین بریم با سراغ یک میان برنامه. شروطی که میخواین که با آن ایمان پذیرفتنی یا پذیرفته شده نزد الله متعال معرفی کنیم، انشالله بعد از میان برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم. بیننده عزیز، میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. من قلبي الحيران
وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. با سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی، با برنامه زلال ایمان خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه به میان برنامه برویم، جناب استاد سلیمانی عزیز روی معنا و مفهوم و تعریف ایمان صحبت های داشتن و همچنین گفتن که هر ایمان پذیرفتنی نیست، چون آیات از قرآن کریم را تلاوت کردند که ابلیس به ربوبیت الله متعال و به صفات الله متعال که به عزت الله متعال قسمیات میکنه ایمان داشت، به روز آخرت و بحث بعد الموت ایمان داشت. ابو لهب و ابو جهل هم به ربوبیت الله متعال ایمان داشت، خیلی ایمان محکم هم داشت. گفتن هر ایمان پذیرفتنی نیست. آن ایمانی که الله متعال از ما میخواهد، او ایمان شرایط و معیارهایی داره که باید با آن شرایط و معیارها برابر شود تا این ایمان نزد الله متعال پذیرفته شود. حالا سوال اینجاست که استاد سلیمانی عزیز، آن معیارهایی که ایمان را ایمان پذیرفته شده یا ایمان مقبول نزد الله متعال میگرداند چه هست و کدام ایمان هست؟ ببخشید کم کم ما را در شک انداختین، در ایمان خود باید شک کنیم. حقیقتش استاد رحیمی عزیز، یکی از مسائلی که همه ما باید مد نظرمون باشه، ایمان بزرگترین سرمایه زندگی یک انسان مسلمان هست و ما از سلامت این سرمایه بزرگ باید مطمئن بشیم. من یک سرمایه بزرگی در گاف صندوق خونه خودم دارم به عنوان مثال، اما آیا واقعا این سرمایه که من بونها در خوش کردم، این طلاها، این اسکناس و پولها، اینا اصلی هستن یا قلابی هستن؟ خیلی مهمه نه؟ من فکر میکنم که مثلا الان پولهایی که در گاف صندوق خودم دارم، طلاهایی که دارم، اون طلای اصله، بالاترین عیار رو داره. این پولها همش دلارهای کسب فلانه کسب، همه اصله. اما اگر این چیزی که به اسم اصل من تحویل دادن به خاطر عدم شناخت من، عدم آشنایی من با اون اصل، اینها بدل بوده باشه و جعلی بوده باشه، چه اتفاقی میفته؟ یکی از مشکلات همینه که شما اشاره فرمودید. اگر اصلی هم باشه باید بعد از هر وقت به سراغش برین که دزدی سرقت نشده باشه. حالا اون که یک بحث دیگه است. اصلا من میگم مسئله اول از اینکه ثابت بکنیم که اصل هست، بعد به فکر نگهداریش باشیم که دزد نبره. دقیقاً ایمان همین حکایت رو داره. الله متعال میفرماید در تایید همین صحبتش که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا من شما را به زیان بارترین کارها دلالت نکنم، راهنمایی نکنم؟ در آیه 103 سوره مبارکه کهف، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کسانی که سعی بیهوده بردند و رنج بیفایده کردند، در تلاش بیفایده کردند در دنیا، در حالی که در حالی که اونها یحسبون، گمان میکردن، انهم یحسنون صنعا، اونا کار خوب دارن میکنن، عبادت دارن میکنن. این خیلی مهمه. این خیلی تباهی است دیگه. این واقعا این زیان بارترین کارها اینه که من فکر میکنم دارم میرم به سمت مکه، آخر سر از ترکستان در بیارم. و اصلا من فکر میکردم که دارم عبادت میکنم، دارم شرک انجام میدم، من فکر میکردم این کاری که دارم انجام میدم من روز به روز به الله متعال نزدیکتر میکنه، در حالی که روز به روز داشت من از الله متعال دورتر میکرد. این بدتر از کسی است که اصلا باور نداره، زحمتی هم نکشیده. این خیلی از اون بدتره. الان مسئله بحث ایمان مسئله بسیار مهمی است. ما باید ایمان خودمون رو بیاریم بگذاریم در میزان شرع و بسنجیم ببینیم چقدر از این ادعای ایمان من با اون حقیقت ایمانی که الله متعال از من خواسته در کتابش صادقه. اگر بیایم مراجعه بکنیم، ما می‌خوایم این ترازو رو معرفی بکنیم، بله، باید در بخش ما الان وقتی می‌خوایم بریم پزشک، جسممون رو مراجعه می‌خوایم آقا ببینیم این جسم من سالم هست یا نیست. چیکار میکنن؟ میگه خب فلان آزمایش، فلان همین چیزا، وزنم، قدم، فشار خونم، قند خونم، چربی خونم، نمیدونم گوش، چشم، همین اینها رو یکی یکی عکس بگیر از چی آزمایش چی. اینها رو ما باید الان با یک مسئله کوچیک نمیشه، باید بریم یکی یکی ببینیم چه مواردی از ایمان
ایمان ما، پیکر ایمان ما نیاز به یک چکاپ داره، نیاز به یک بررسی کلی داره، نیاز به یک آزمایش کلی داره که ما بیایم یکی یکی اینها رو در میزان شرع بگذاریم، ببینیم که ابعاد مختلف ایمان ما آیا این مطابق با شرع هست یا نیست، که اولا اصل بودنش رو ثابت کنیم هست یا نه، که اصلا اصل هست یا نیست، بعد بریم سراغ این که حالا که اصل الحمدلله چطور نگهش داریم و حفظش کنیم. که نیاز به وقت داره که یکی اینا رو برام بررسی بکنیم. در میزان اگه بخوایم بگذاریم در چند بعد ما باید بررسی بکنیم. وقتی ما صحبت از ایمان میکنیم، تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل بر آنچه گفته شده، این از کجا ایجاد میشه؟ از تصدیق ما داریم شروع میکنیم. الان این تصدیق چی است؟ تصدیق چی رو باید تصدیق بکنم؟ اولین چیزی که باید تصدیق بکنیم خود الله متعال است. ما الان ایمان رو حالا به اسم ارکان ایمان، شروط ایمان، بخش‌های ایمان، هر اسمی که می‌خوایم بگذاریم. درست. در قرآن کریم وقتی که ما بررسی می‌کنیم در کلام الله مجید، می‌بینیم که الله متعال به ما معرفی می‌کنه بخش‌های مختلفی رو. آمن الرسول، پیامبران ایمان آوردن، اون الگو هستن دیگه. بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، اینا با آنچه که نازل شده یعنی کتاب‌های آسمانی، یک بخششه. والمؤمنون، اینا مؤمنین هم ایمان آوردن. الان مؤمنین الله متعال یک بخشی از ایمانشون رو معرفی میکنه که اینا چه چیزایی باید ایمان داشته باشه. کل آمنه، اینا همه ایمان دارن به چی؟ بالله، الله متعال، ملائکته و کتبه و رسوله، کتاب‌های آسمان، الله متعال، ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران. در آیه 177 سوره مبارکه بقره باز الله متعال میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، یکی نیست که سمت روتون رو به سمت راست کنید، روتون رو به سمت چپ کنید، این نه، ولکن البر چیه؟ من آمن بالله والملائکه والکتاب والنبیین، اینها یکی یکی، والیوم الاخر، اول ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، الله، ملائکه، روز قیامت، کتاب‌ها، نبیین. خلاصه اینها رو در آیات مختلف رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث جبریل که حدیث بسیار مشهوری است، معروف است به حدیث جبرئیل علیه السلام، روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه نشستن در محفلی، یک شخصی وارد شد، هیچ اثری از سفر بر او نیست، لباسهای خیلی مرتب، تر و تمیز، موهای شونه شده، رنگ سیاه، غالبا همه میدونستن که این از اهل مدینه نیست، میشناسنش دیگه، بالاخره مدینه اون زمانه مسافر هم نیست، مسافر هم نیست، چرا که اثر سفر درش نیست. این عجیب بود براشون. اولا که اهل مدینه نیست، چون برای اولین بار میبیننش همه. دوما اگر از بیرون از مدینه آمده، اون موقع مثلا نبود هواپیما آدم سوار بشه، شست و رفته مرتب پیاده بشه، باز یک ماشین دیگه سوار بشه و همینجوری اتوی لباسش هم خم ببرو نیاره. اسب سوار میشد، شتر سوار میشد، گرد و خاک بود، غبار بود، مسیر از سیما از ظاهرش معلوم بود از سفر اومده. دقیقاً. این شخص هیچ اثری از سفر هم درش نیست. آمد نشست، رسول صلی الله علیه و سلم، این صحابه از همین الان تعجب کردن. اگه اهل مدینه است، خب اینقدر ترتمیز غالبا باید مال این شهر باشه، پس چرا ندیدیمش؟ باید شناخته میشد. بله. اگه اهل مدینه نیست، چرا اینقدر ترتمیزه؟ چطور این کی وارد شد که ما ندیدیمش؟ آمد نشست به محضر رسول صلی الله علیه و سلم، زانو به زانوی رسول صلی الله علیه و سلم زده، دو زانو نشسته، اینا باز در تعجبن، این کیه که باز مستقیم اومد و رفت پیش رسول صلی الله علیه و سلم نشست و دو زانو اینطوری نشست و با این جرأت و اصلا بدون اینکه بپرسه نپرسید که کی است، مستقیم رفت پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال کرد مل اسلام، ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو من اسلام چیه؟ مستقیم داره سوال میکنه. حضرت علیه السلام فرمودن اسلام اینه که بگی شهادت بدی لا اله الا الله، بعد نماز بخونی، روزه بگیری، زکات پرداخت کنی، نماز، زکات، روزه و حج بکنی اگر تونستی. گفت صدقت، راست گفتی. صحابه بیشتر تعجب کردن، خودش میپرسه بعد خودش تایید میکنه. عجیبه، این آدم عجیبی که تا برای اولین بار میبینیم، خودش سوال کرد، بعد که جوابش شنید گفت راست گفتی، همینه. دوباره پرسید مل ایمان، ایمان چیه؟ حالا بخش صحبت ما این بخشش است. حالا بحث اسلام و ایمان و تفاوت اسلام و ایمان ان شاء الله با صحبت خواهیم. درست است. ایمان چیه؟ سوال کرد که ایمان چیه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب دادن که ایمان این است. ارکان ایمان رو الان اینجا معرفی میشه. ایمان داشته باشی به الله، ایمان اینه که ایمان داشته باشی به الله متعال، ان تؤمن بالله و ملائکته، به ملائکه و همون فرشتگان به تعبیر خودمون فارسیش، و به کتاب‌های آسمانی ایمان داشته باشی، به انبیاء الهی ایمان داشته باشی، پیامبران،
به روز آخرت ایمان داشته باشی، به قیامت و حساب کتاب و قبر و بهشت و دوزخ، همه اینها رو در بر میگیره. و به قضا و قدر الهی، چه خیرش چه شرش. 6 بخش: الله، ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی، روز قیامت، قضا و قدر الهی. این 6 تا رکن ایمانن. ما درباره اینها خیلی بحث داریم، خیلی صحبت داریم. این 6 تا آزمایشیه که الان ما باید ایمانمون اینجا بسنجیم. اونی که گفتیم مثل پزشکی 6 چکاپ باید بشه. این چکاپ، این 6 تا یکی یکی باید چکاپ بشه. از این 6 تا مرحله اگر ما سالم رفتیم بیرون، بعد میفهمیم که الحمدلله الان جنسمون اصلیه، ایمانمون اصلیه. الله رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ایمان به الله تعالی. خود ایمان به الله تعالی دنیاییه برای ما. این که ما بگیم خب خدا هست، این نشد، روش بحث داریم. اینا که ابو جهل هم میگفت، روش بحث داریم. اینو که شیطان هم گفت، روش بحث داریم، خیلی بحث داریم دربارش. ایمان به الله تعالی. چرا منی که به الله تعالی ایمان دارم مثل صحابه نیست ایمان من؟ اون صحابه‌ای که رسول صلی الله علیه و سلم اونا رو تایید کرد، قرآن قبل از رسول الله تایید کرد، فرمود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمانی به مانند ایمان شما صحابه آوردن، هدایت شدن. یا سلام. بقیه انسان‌های روی زمین. اون ایمان چی بود؟ اون ملاک هستی اونه. میزان اصلی ایمان من صحابه است. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. الان متون میفهمن وقتی که بهشون گفته میشد ایمان مثل بقیه مردم بیارید، یعنی صحابه به منافقین گفتن مثل این دیوونه‌ها ایمان مثل اینا بیاریم، مثل ابوبکر و عمر و عثمان، حیدر، بقیه ایمان اینا این دیوونه‌ها. خدا فرمود خودشون دیوونن، کسانی که ملاک ایمان صحابه است. اما خب صحابه به چی ایمان داشتن؟ این سوال است. صحابی نیزه از کمرش زده میشه، از جلوی شکم نیزه میاد بیرون. تصور کنید سفیر رسول صلی الله علیه و سلم حرام ابن ملحان از پشت نیزه رو میزنن به کمرش مشرکین، این کله نیزه جلوی چشمش با خون و همون تکه‌ای از بدنش که کشیده میاد بیرون. اینو که میبینه میگه فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که من پرستگار شدم. الله اکبر. علی رضی الله عنه در محراب ایستاده با شمشیر با خنجر به فرق سر مبارکش میزنن. تصورش تن آدمو میلرزونه. تصورش یعنی واقعا بعضی وقتا کلی آدم یه گوشه میخوره میشکنه، آدم جیغش در میاد. با شمشیر بزنن به فرق سر انسان. در این حالت میفرماد فزت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که رستگار شدم. این چیه؟ این ایمان این من الان خاری به پام میخره، من جیغم در میاد، نمیتونم تحمل کنم مصیبت های دنیا رو، مشکلات رو. منم میگم ایمان دارم به الله، به ملائکه، به رسول، به روز قیامت، به قضا و قدر الهی. منم میگم ایمان دارم، اما کون اثر ایمان. الله تعالی میفهمد اگر ایمان شما مثل اینا بود فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. صحابه میگن، این صحابه در آیه 137 سوره بقره، اگر بقیه مردم ایمانی مثل شما آوردن من قبول میکنم. فقط اهتدوا، هدایت شدن. اینا رو من هدایت شده میدونم، اینا راه یافتن مثل شما. الان این ایمان چیه؟ ما باید بدونیم که این ایمان اصلا چی بود اول. این ایمانی که صحابه داشتن چی بود؟ به چی ایمان داشتن؟ بعد چطور این ایمان در زندگیشون تاثیر گذاشت؟ ما هم ظاهرا اون چیزایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روایت مشهور ذکر شده، روایت جبرئیل، ایمان بالله، به ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران، روز قیامت، قضا و قدر، ما هم ظاهرا ایمان داریم. خب بعد نگفتین که اون نفری آمد و مسافر هم نبود، اهل مدینه هم نبود، در مورد اسلام سوال کرد و تصدیق کرد. این بخش ایمانشو داشته باشیم، آن باز برمیگردیم سراغ این موضوع، چون بحث ما روی این مسئله زیاد است. داستانو به قول شما تکمیل کنیم برای بخش بینندگان. شاید سوال باشین کی بوده چی؟ وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که ایمان اینه که به الله، ملائکه، به کتاب‌های آسمانی، پیامبران، به روز قیامت و قضا و قدر الهی خیر و شرش ایمان داشته باشی، اون شخص گفت که صدقت، راست گفتی. صحابه تعجب میکنن، خودش میپرسه، خودش باز میگه راست میگه، خودش تایید میکنه. تو اگه بلد نیستی چرا میپرسی؟ اگر بلد هستی دیگه چرا این تاییدش چه معناست؟ سوال بعدی، سوال سوم، مل احسان چیه؟ احسان تعریف کن. حضرت علی السلام فرمود ان تعبد الله کانک تراه. این چیز جدیدی باشه برای اصحاب رسول الله هم. الان اسلام داریم، ایمان داریم در این روایت و احسان داریم. هر کنیم یک تعریف خاص داره. اسلام، ایمان، احسان.
اون پرسید که اون شخص این احسان چیه یا رسول الله؟ فرمود حضرت علیه السلام که ان تعبد الله کانک تراه، به گونه الله متعال رو عبادت کنی که انگار داری میبینیش. فان لم تکن تراه فانه یراک، اگرم تو اونو نمیبینی اون که داره میبینه تو رو. این میشه احسان. این درجه دیگه اوج ایمان باز. این دیگه اون درجه ایه که دیگه آرزوه که صحابه رو حضرت الله متعال فرمود السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، سبقت گیرندگان از اولیه که همون مهاجرین و انصار هستن، والذین تبعوهم به احسان، کسانی که از اینا پیروی کنن، نه هر پیروی. ما خیلی از ما دعای پیروی صحابه رو داریم، پیروی که در احسان باشه. احسان رسول الله چی معرفی کرد؟ طوری عبادت کنی الله متعال رو که انگار داری میبینیش، اگر نمیبینیش اون که داره تو رو میبینه. این احساس در عبادت و ایجاد باید بشه. حالا روی این بحث ما صحبت خواهیم کرد به تفصیل، روی اسلام، روی ایمان، روی جز اینها ما صحبت داریم ان شاء الله در پیش رو. بعد گفت صدقت، بلند شد رفت. صحابه تعجب کردن، یا رسول الله، هم موندن. حالا حضرت منتظرن تا از بخاطر ادب و احترامی که به رسول صلی الله علیه و سلم دارن که بلند شد رفت بیرون. بعد حضرت فرمود که شناختید کی بود؟ گفتن نه یا رسول الله، الله و رسوله اعلم، نشناختیم. فرمود انه جبریل، این جبرائیل علیه السلام بود، اومده بود که یعلمکم دینکم. الله اکبر. اومده بود که شما رو، دین شما رو به شما یاد بده. یعلمکم دینکم، اومده بود به شما معنای اسلام و ایمان و احسان رو یاد بده. و جبرائیل علیه السلام تا صحابه شنیدن جبرائیل علیه السلام خب عظیمترین فرشته الله متعال هست، سردار و سرور ماست، نور چشم ماست، تاج سر ماست. هر کسی آرزوی دیدن این نازنین رو داره و الله متعال از الله متعال خواهانیم که روز ان شاء الله نصیب بکنه که ما الله متعال رسول الله خود الله متعال رو ببینیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم و جبرائیل علیه السلام و تمام انبیا و ملائکه الله متعال رو. صحابه بیرون شدن بودو کالا برن ببینن یک دستی بهش بدن، سلامی باش بکنن، تا رفتن دیدن غیب شد، دیگه نیست. در این حدیث که به اسم حدیث جبریل معروف است در بین علم تفسیر و محدثین و به روایت‌های مختلف، سندهای مختلف ذکر شده، اینجا ایمان رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما معرفی کرد. ما الان باید بیایم و بسنجیم که ایمان ما وقتی که ما صحبت از ایمان میکنیم در تک تک این بخش‌ها، ایمان به الله متعال، آیا ایمان من به الله متعال، من میگم الله متعال قبول دارم، من میگم که الله متعال هست، من میگم که الله هست، شیطان هم میگفت الله هست، ابو جهل هم میگفت الله هست. اینا رو قرآن میفهمد. بالکل. فرق من و شیطان و ابو جهل در چیست؟ در ادعای وجود الله متعال در چیه؟ هر سه ما در این که الله متعال هست، الله هست، قبول داریم که الله به عنوان خالق آسمان نه تنها هست، خالق آسمان و زمین هم خودشه فقط. حالا اون کسانی که در داخل پرانتز غیر از الله متعال هم در آسمان و زمین، خلقت آسمان و زمین شریک میدانن، که اون که به جای خود که حالا ابو جهل که میفرماید الله متعال که اگر ازش بپرسی من خلق السماوات والارض لا یقولون الله، قطعا، حتما، یقینا. لا یقولون سه تا تاکید داره این حرف، حتما و قطعا و یقینا خواهند گفت فقط اللهه که خالق آسمان و زمین، هیچ کس دیگری. من الله رو شناختم یعنی چی؟ آیا من فقط به این اسم و این ادعا که میگم خب خدا هست، یک کسی هست که آسمان و زمین رو خلق کرده، خلاص تموم شد، حق مطلب ایمان به الله ادا شد، من در این رکن اول بحث ایمان که اعتقاد به الله تعالی است، آیا من در این تموم شده که من قبول کردم و ایمان من درست شد یا نه؟ نیاز به موارد بیشتری است. این مورد رو ما باید بررسی بکنیم. ما در ایمان به الله تعالی، ایمان به الله تعالی اول خود وجود الله متعال، اثبات وجود الله متعال. آیا من به عنوان یک مسلمان که معتقد به وجود الله متعال هستم، اگر کسی آمد که اعتقاد نداره به وجود الله متعال، اصلا به الله متعال اعتقاد نداره، یک غیر مؤمن، یک کسی که من اونو میگم کافر، خب گفت توی مسلمان، بچه مسلمان، همین کسی که شما به عنوان خالق الله معرفی میکنی برای من ثابتش کن. من میتونم ثابت کنم براش. آیا من خود الله متعال با تک تک سلول های بدنم احساس کردم وجودش رو که بتونم این رو معرفی کنم به کسی دیگری؟ آیا من الله متعال رو اونگونی که شایسته شناختش هست شناختم؟ الله متعال گله داره از بندگانش. و ما قدر الله
حق قدره. الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختنش. قدرش نکردن. ما در بحث شناخت الله متعال خیلی کم کاری کردیم. ما خیلی بی‌مهری کردیم. یک واقعیته. ما درباره الله متعال ما فقط قبول داریم که بله الله متعال هست، خالق آسمان ها و زمین است. خب در خود وجود الله متعال در قرآن وقتی خودش رو ثابت میکنه برای ما، وجود خودش رو اول چی معرفی میکنه برای من؟ چه راهی وجود داره برای اثبات الله متعال؟ چیکار کنم من که بیشتر از در و دیوار وقتی که فینما تولوا فثم وجه الله، هر طرفی رو بکنم الله متعال رو دارم احساس بکنم، ببینم. این احساس چطور در وجود خودم بیارم که در لحظه لحظه زندگی من الله متعال باشه؟ این الله متعال رو که من شناختم، صفات الله متعال، قدرت الله متعال، اسمهای الله متعال، این عظمت الله متعال رو چطور باید درک بکنم؟ چطور باید بشناسم؟ رابطه الله متعال با بندگانش، حیطه اختیارات بندگان در برابر الله متعال، موجوداتی که الله متعال خلق کرده، حیطه اختیارات همه اینها، آنچه که خاص الله متعال و حق ندارم به دیگران نسبت بدم، آیا رو شناختم یا نشناختم؟ ما درباره شناخت الله متعال، من به شخص خودم میگم، خودم رو دارم میگم، من الله متعال رو اونگونه‌ای که شایسته الله متعال است نشناختم. اگر میشناختم نباید لحظه ای از الله متعال غافل میشدم، نباید این عظمت رو فراموش میکردم، نباید دنیا برام عزیز میشد، نباید دیگه از مرگ میترسیدم، نباید از رفتن داخل قبر و ملاقات با الله تعالی میترسیدم، نباید از الله متعال غافل میشدم. اینا همه مسائلی است که در شناخت الله متعال باید صحبت کنیم دربارش. آیا من درباره ایمان به ملائکه، وقتی که میگن ملائکه‌ای هست، اصلا میدونم ملائکه چی هستن؟ چه موجوداتی هستن؟ چی کار میکنن؟ وظیفه‌شون چیه؟ نقش اینا در زندگی من چی هستن؟ آیا ملائکه فقط حضرت جبرائیل است که میومد کتاب میآورد و انبیا میگذاشت و میرفت، یا نه؟ همراه من همیشه کسانی هستن. آیا من تا حالا در زندگی اینو احساس کردم که من هیچ وقت در هیچ لحظه‌ای تنها و جدای از ملائکه نیستم؟ اون معیت الله متعال به جای خودش، اون که الله متعال بر من همیشه حاضر و ناظر به جای خودش، آیا من اینو در زندگی احساس کردم؟ آیا من آشنا هستم با این موجودات عظیم و این موجودات دوست داشتنی؟ چه نقشی در زندگی من دارن؟ ایمان به ملائکه چه تأثیری در زندگی من داره؟ آیا من ایمان به کتاب آسمانی وقتی که صحبت میکنم، ایمان من نسبت به این کتاب ها چیه؟ وقتی که من نسبت به قرآن صحبت میکنم، قرآن رو یک کتاب تحریف شده میدونم، دستکاری شده میدونم، یا نه اصلا این کارم نمیکنم؟ قرآن رو قبول دارم اما تا حالا نخوندم، ترجمه فارسیش هم نخوندم، معانیش هم نفهمیدم. آیا این ادعای من نسبت به ایمان به کتاب آسمانی قبوله؟ وقتی که من انبیا رو معرفی میکنم، چقدر از انبیا رو شناختم؟ چند تاشون میدونم؟ وقتی قیامت رو صحبت میکنم، چقدر مرگ و قیامت در زندگی من تاثیر داره؟ قضا و قدر الهی اصلا چی هست؟ همه اینها مواردی است که ما باید روی هر بخش اینها باید صحبت کنیم. نه یک برنامه، روی هر بخش اینها یکی یکی حوصله کنیم. من همینجا پیشاپیش با اجازه شما از همه بینندگان عزیز تقاضا میکنم که انشاءالله همراه ما باشید که در برنامه‌های پیشی رو به همراه شما همه ما بشینیم کنار هم در پای رحل قرآن کریم و درس قرآن کریم و آیات و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم تا یکی یکی این بخش‌های مختلف ایمانمون رو چک کنیم و بررسی بکنیم که ببینیم ایمان ما کجاست، در کدوم مرحله قرار داره. حتما ان شاء الله. و اما حالا که نمیشه دیگه، وقت تموم شده. در برنامه بعد ان شاء الله. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. تشکر از شما بیننده‌های عزیز که تا این لحظات با ما بودید. یقینا از صحبت‌های شیرین و ایمانی استاد سلیمانی عزیز لذت بردید و مستفید شدید. همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. السلام علیکم و رحمت الله. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا من قلبي الحيران. ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني